جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. الصلاة خير من النوم. لا إله إلا الله. سوره تکاثر 102 سوره قرآن بوده در مکه مکرمه نازل شده از 8 آیت عبارت است. این سوره از مشغول شدن مردم به دنیای فانی و جمع کردن متاع ناچیز آن و نهایت حریص بودن و دوست داشتن مال دنیا و دیگر کارهای پست آن تا رسیدن مرگ و بردن آنها از قصرهایشان تا به گور سخن کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که به اندازه مهربان و به نهایت با رحم است. الهاکم التکاثر. شما را حرص افزون طلبی مشغول و غافل ساخت، یعنی ای انسان ها خواهش جمع کردن بایگری و زیاد کردن عدد فرزندان در این دنیای فانی گذرا شما را چنان اسیر غفلت ساخت که در دلتان برای محبت الله تعالی و فکر آخرت دیگر جای باقی نماند. شما همیشه در فکر آن شدید که چطور پول و ثروتتان از دیگرها زیادتر، منزلتان بزرگ و زیباتر، طرفدارتان هرچی بسیار باشد. میخواستید از همه جهت غالب دوران باشید. این رفتارتان تا وقت ادامه یافت که عمر شما به آخر رسید و حتی زرتم المقابر. حتی زرتم المقابر. حتی به گورستان ها رسیدید، قبرها را زیارت کردید. ای مردم، شما در افزون گردانیدن مال و اولاد و طرفدارتان آنچنان حریصانه مشغول شدید، نه طاعت و عبادت خدا میکنید و نه برای روز آخرت یگان تیاری میبینید. این کارتان حتی تا دم مرگ شما و تا آن لحظه‌ای که شما را در قبرها دفن کردند دوام کرد. با ایگری این دنیا هم لازم است، لیکن نه به درجه به آن مشغول باید شد که آخرت را فراموش کرد. با ایگری دنیا را نیز باید طبق نشان دادی خداوند صرف کرد، نه در راه فسق و فساد و نه به طرز غیر شرعی. دری نگذشته در حالت جان دادن حق و درست بودن همه این سخنها را خواهی فهمید، اما چه فایده؟ اکنون دیر شده است و توبه کردن و ایمان آوردن در آن وقت دیگر قبول نیست. کلا سوف تعلمون. نه باید به هوش باشید، زود است که خواهید دانست. یعنی دلکوب شاید ای مردم، برای چه همه وقت خود را در تفخر و در جمع کردن پول و مال صرف نمودید؟ حقا به زودی میفهمید که بخت انسانی با خیرت در جمع آوری پول و مال نبوده است. زیرین باز این مضمون را تأکیداً بیان می‌سازد. ثم کلا سوف تعلمون. باز هم نه زود است که فرجام افزون طلبی را خواهید دانست. نه چندان دیر، وقتی مرگ شما برسد با مجرد تلخی جان کندن را چشیدن نادرستی همه آن عملهایتان به شما معلوم گردد. لیکن چه فایده؟ انسان گناهگار چی در حالت مرگ و چی بعد آن آرزو می نموده است که بار دیگر به دنیا آید و برای آبادی قیامت خود عملهای صالح را انجام دهد. لیکن هرگز بار دوم به عالم آمدن عادت نیست. هرچی کردی، هرچی ماند. چگونه خداوند کریم در قرآن کریم می فرماید حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. تا وقتی که به کسی از آنها مرگ بیاید گوید ای پروردگار من، مرا بازگردان. لعلی اعمل صالحا فيما تركت. بود که در سرایی که آن را بگذاشتم کاری نیکو کنم. خداوند در جواب میگوید کلا انها کلمة هو قائلها
قائلها إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. چون این بازگشت نخواهد بود، با درستی که این سخنی است که باوی از غیر فایده گوینده آن است و پیش آنها تا روزی که برانگیخته شوند برزخی باشد. كلا لو تعلمون علم اليقين. نه اگر به علم یقین بدانید شما باید از این راه پیش گرفته هاتون که آن طلب مال دنیا و منصب است و آخر شما را هلاک میکند باز گردید. لترون الجحیم لترون الجحیم. البته دوزخ را خواهید دید. این آیت جواب قسم محذوف روی پوشیده است که به حرف لام تأکید شده است، یعنی قسم به الله ای مردم به دنیا فریفته شده البته دوزخ را با چشمتان یقین میبینید. به هستی دوزخ ایمان آوردن فرض است، چون که این یک رکن ایمان است. ای انسان، اگر به هستی دوزخ باور داشته باشی پس چرا برای نجات خود فرمودهای خدای تعالی را اجرا نمیکنی؟ ثم لترونها عین الیقین ثم لترونها عین الیقین. بعد از آن البته جهنم را با چشم یقین خواهید دید. یعنی خداوند باز تأکید در جواب قسمهای خود فرموده است که ای کسانی به نعمت و منصب دنیا مغرور، ای کسانی خدا و قیامت را فراموش کرده و ای کسانی مشغول به هوای و حواس نفسی خود، ای انسان هایی که به یک مبلغ ناچیز دین و دیانتتان را فروخته، البته برای شما جهنم با تمام عذابهایش آماده است و آن را یقینا با چشم میبینید. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سپس در آن روز از نعمتها البته پرسیده خواهید شد. یعنی ای شخصی به دنیا مغرور این کار کرده روز جزا، آیا همه این نعمتهای دنیا که تو از آن برخورداری بی صاحب و بی حسابند؟ نه، البته تو در آخرت از نعمتهای استفاده کردگیت، بایگری، سلامتی، تنجی و آسایشتگی، خوردنی و پوشیدنی ها، زن و فرزند و غیره یک و یک پرسیده می شوی. انشاءالله با روایت کردن حدیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم ترجمه و شرح این سوره مبارکه را با آخر می رسانیم. امام مسلم از ابو هریره روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه وسلم شب یا روز از خانه خود برآمدند و با حضرت ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه روبرو شدند. حبیب خدا صلی الله علیه وسلم از آنها پرسیدند چه چیز شما را در این ساعت از خانه هایتان بیرون آورد؟ گفتند گرسنگی یا رسول الله. رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفتند قسم به ذاتی که نفس من در ید و قدرت اوست، آن چیزی که شما را از خانه اتان برآورده است مرا نیز از خانه ام برآورده است. بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند با همراه من روان شوید. آنها به خانه یکی از برادران انصار آمدند. او در این وقت برای آوردن آب شیرین رفته بود. زن انصاری برآمد، رسول الله صلی الله علیه وسلم را دید و گفت مرحبا و اهلا، یعنی خوش آمدید. در این هنگام آن انصاری بازگشته آمد. چون به رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابگانش نظر کرد گفت الحمدلله، امروز هیچ کس از من دیده مهمانی با قدر ندارد. آن عزیزان را به خانه در آورد و خود به بیرون برآمد. پس از مهلت با خوشه خرما آمد. خرماهای آن خوشه بعضی پخته خشک شده، بعضی نیم پخته و بعضی خام بودند. صاحب خانه آنها را به خوردن تکلیف کرد. آن انصاری برای مهمانهایش گوسفندی را کشته طعام پخت. بعد از آن حضرت صلی الله علیه وسلم به ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه خطاب کردند قسم به ذاتی که جان من در ید و قدرت اوست، شما از این نعمتها در روز قیامت پرسیده می شوید، اگر چند که گرسنگی شما را از خانه هایتان برآورد.